اینا خوبی‌ها و بدی‌های پناهندگی و مهاجرته. اولیش اینه که زبون بلد نیستی و این بزرگترین مشکلته. ولی اگه یاد بگیری یه دنیای جدید برات باز میشه. مثلا تجربه خود من ثابت کرده که اگه برم یه کشور دیگه‌ای حتما یک سال اول رو فقط زبان یاد میگیرم، به خاطر اینکه خیلی مهمه. فرهنگ هر کشوری چیزایی داره که برای ما دیدن و باش کنار اومدن جدیده و خیلی طول میکشه با اینا ما کنار بیایم. حالا خوبیش هم اینه که اون تفاوت فرهنگی بر ما تازگی و جذابیت خاص خودشو داره. البته وقتی وارد یک کشور جدید میشه لحاظ اقتصادی خیلی بهت فشار میاد و ممکنه خیلی اتفاقا واسط بیفته. همین باعث میشه خیلی طول بکشه تا به اون نقطه‌ای که دلت میخواد برسی. مهاجرت کردن به اون کشوری که مورد علاقته باعث میشه که شما برید توی اون کاری که بهش استعداد و علاقه داری بری فعالیت کنی. معمولا هم تو این کشورها شایسته سالاری ملاکه، یعنی اینکه تقریبا هر کسی سر جای خودشه. البته همین تنهایی و فشارهای مهاجرتی از خیلی لحاظا میتونه روحی روانی رو تاثیر منفی بذاره. همین باعث بشه که ارادت رو برای پیشرفت ازت بگیره. وقتی مهاجرت میکنی از شرایط تحصیلاتی بهتری میتونی برخوردار بشی و از لحاظ آموزشی هم میتونی پیشرفت بیشتری داشته باشی. حالا اینم فراموش نشه که همین تبعیضایی که وجود داره، هم از لحاظ زبان و خیلی چیزای دیگه، ممکنه باعث بشه که نتونی ایده‌هاتو به خیلیا بفهمونی و پیشرفت رو برات یه مقداری مشکل کنه. وقتی مهاجرت میکنی با خودت ایده‌های جدیدی میبری، اونجا هم مسیرهای تازه‌ای پیدا میکنی و میتونی بعدها کارآفرین خوبی بشی. البته وقتی مهاجرت زیاد میشه پیدا کردن خونه و مسکن برای خارجی‌ها خیلی سخت‌تر از حد عادی میشه. مهاجرت میتونه به کمبود نیروی کار اون منطقه هم کمک کنه. از طرفی اون مناطقی که رو به زوال جمعیتی هستن هم میتونه یه خورده سرپا کنه. یکی دیگه هم اینه که شما با آدمای زیادی ارتباط میگیرید، مثل دوست، کارفرما یا آدمای مهم دیگه‌ای که این مستقیما به آینده شما تاثیر میذاره. اما پیدا کردن ارتباطات توی کشور خارجی خیلی سخته. تازه‌ش هم اگه پناهنده باشی تو اون شهر و مکانی که خودت دوست داری باشی ممکنه زندگی نکنی. پناهندگی هم برای اون کسایی که تو کشور خودشون جونشون در خطره، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، دینشون رو عوض کردن، مورد تبعیض نژادی قرار گرفتن، میتونه براشون یه پناهگاهی فراهم کنه. یکی دیگه از بدیهاش هم اینه که خانواده و دوستا و نزدیکاتو ترک می‌کنی. خب این میتونه به آدم خیلی فشار بیاره. بعدیش هم اینه که شما از یه سری مشکلات اجتماعی که قبلا داشتین دیگه دور میشین و دیگه اون دغدغه‌های قدیمو ندارید. خیلی هم نابرابری اقتصادی رو تجربه میکنن، یعنی مردم محلی باهاشون نجات پرستی هم میکنن. مهاجرت به اون کشورهایی که معمولا دارن مردمشون به سمت پیری میرن و دنبال نیروی کار جوان هستن، میتونه برای شما فرصت‌های خیلی خوبی هم داشته باشه. اما معمولا طول میکشه قشر مهاجر از اون مزایا و خاصیت‌های شهروندی یک کشوری استفاده کنه. تازه‌ش هم از لحاظ امنیتی زیر ذره‌بین و خیلی کارا رو یه پناهنده یا مهاجر اجازه انجام دادنشون نداره. حالا قبل هر چیزی شما باید بدونی که هدف شما از این مهاجرت چیه. مهاجرت ممکنه هدف نهایی نباشه، ولی میتونه یه پله‌ای برای پیشرفت شما باشه. مهاجرت برای خیلی‌ها میتونه یه فرصت تازه باشه که به اون آرزوهایی که نداشتن برسن. مثل کارهایی که دلشون می‌خواست تو کشور خودشون بکنن و نتونستن بکنن و الان یه دنیای جدید و یه فرصت جدید به وجود اومده تا به این آرزوها برسن.